از بوسه تا عشق. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لطفاً دیگه عکس نگیر. کافیه. بفهمید به اندازه کافی گرفتی. بعداً یه جلسه مطبوعاتی میذاریم. بفهمید خواهش میکنم. بیچاره درست حسابی هم قصه نمیتونه بخوره. پشت سر هم عکس میندازن. دیگه بهتره بریم جاویدان. من میخوام یکم دیگه بمونم. تسلیت عرض میکنم. تسلیت میگم آقا. تسلیت میگم آقا. متشکرم. اونی که کنار جاویدانه کیه؟ همون نامیک نمیدونم چی نیست؟ تاجره. در مورد اونو پرنسس جاویدان روزنامه ها نوشته بودن. اونه. ببین خواهر کنانم رسید. آره بیچاره. لیلا رو نباید میآوردن. زن بیچاره حامله است. حالش بد میشه. خدا بهت صبر بده. ممنونم. دیشب بدجنسی کردی گفتی با کنان فرار کرده. نگو تو رو خدا. تهمت بیجا زدن. بعدشم از گروه باید میفهمیدم لامیا با کنان بوده. تسلیت میگم. ممنونه. وسط دریا دوتایی. بریم. لیلا مراقب باش. شما دیگه برید خونه. برید. آخه چرا سوار این قایق شدی منم دنبالت کشوندی ها؟ عجب بچه ای هستی. ببخشید. خیلی خوب تمومش کن. من میترسم. نترس. من کنارتم. چقدر لحظه های خوبی بود. چقدر احساس امنیت میکردم. ای کاش که همیشه همینجوری بود. ولی اگه من سوار اون قایق نمیشدم اون میتونست کنار مادرش باشه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خیلی است. ممنونم. بهتون تسلیت. خیلی متشکرم. ممنونم. تو این یکی حلوا نذاشتی. ای خدا، این چه اتفاقی بود که افتاد؟ کی فکرشو میکرد که بخوایم حلوای ملک خانمو درست کنیم؟ آقا خیلی قشنگ قرآن خون. اشکم در خدا قبول کنی. ممنونم. تقدیر خداونده. هفته پیش میخواستم بیام. پسرم مریض بود. گفتم بعدم میرم. اگه میدونستم
کسی نمیتونست فکرشو بکنه دخترم. مریضم نبود. خیلی عالی اتفاق افتاد. هیچ کدوممون چیزی نفهمیدیم. حالش خیلی بد بود. از چیزی عصبانی شد. نه. مهمونی داشتیم، با دوستان بودیم. یهو اومد تو، گفت سردم شده برم یه چیزی بپوشم. تا اینا گفت نقش زمین شد. نمیدونم چی شد. آرومش خواهر. قسمت این بوده. بفرمایید. ممنونم. خدا قبول کنه. خدا از گناهانمون بگذره. آمین. کجا میری داداش؟ یکم هوا بخورم میام. صاحب به خود صبرتون بده. غم آخرتون باشه. خیلی خوب ساکت، دیگه رسیدیم. مامانمو میخوام. وای ساکت شد دیگه بس. کی قراره بریم؟ اگه میخوای تو برو ویلانامیک. میمونم با هم بریم. حالت خوبه لیلا؟ خوبی؟ خوبم. میخوام دراز بکشم. با اجازتون. بذار باهات بیام. خودم میرم. چرا بچه گریه میکنه؟ نمیدونم. چی شده لامیا؟ همش سراغ شما رو میگیره. منم مجبور شدم بیارمش. تسلیت میگم. میرم یه سر به لیلا بزنم. مگه من به تو نگفتم از خونه بیرون نیا؟ انیسه چیه تو هم؟ خب خیلی گریه کرد. نگاش کن بچه رو بهانه کرده. مخصوصا گریهش انداختی. آره مگه میشه زنمو؟ خیلی خوب زود برو خونه. برو دیگه. انیسه بیا بشین. گریه نکن عزیزم، پیش مامانی دیگه. کنان بی خدا رحمتشون کنه. متشکرم. من خیلی متاسفم. کارم خیلی بد بود. خودمو نمیبخشم. چرا؟ به خاطر من نتونستید کنار مادرتون باشید. اگه سوار قایق نمی شدم تو تقصیری نداری حنایی جون. من این درد رو میفهمم. برای اینکه نتونستید مادرتون رو ببینید. کوچیک بودم. نذاشتن برم پیش مادرم.
انگار که اگه یه بار دیگه میدیدمش کمتر دلم براش تنگ میشد. شما هم به خاطر من نتونستید اونو ببینید. اگه با من سوار قایق نمی شدین تو رو خدا منو ببخشید. گریه نکن. تسلیت عرض میکنم. خدا رحمتش کنه. خدا نگهدار. اما مانی شما بفرمایید. لطف کردید. تسلیت. خداحافظ. صبر کنید. خداحافظ. خداحافظ. چیزه به دختره گفتی برو، ولی تا کنارو دید نتونست بره. لامیا رو میگی؟ آره، از وضعی که داره اصلا خوشم نمیاد. نگو من گفتم باشه. منظورت چیه؟ هی بهش میگی بچه است، ولی ببین چه بازیایی در میاره. تمام شب و وسط دریا تک و تنها. به نظرت با کنان چی کار میکردن؟ مطمئنا نون بیار کباب ببر بازی نمیکردن. بافت موهاشم باز کرده ریخته دور گردنش. میگم یه چیزی بهش بگو، فردا مردم حرف در میارن. بشین اینجا، مامان الان میام. ای کاش انقدر کلمه بیفایده‌ایه که تو همه چیز یا تو هر وضعی بیفایده است. میدونم، اما این لامیا، مگه من به تو نگفتم برو خونه؟ اونجا چی کار میکنی؟ بفرمایید. چه کار میکردی؟ سردم شده بود. داداش هنوز باورم نمیشه. چطوری باهاش کنار بیام؟ تا عمر دارم تو دلم میمونه. کنال و لیلا با هم فرار کردن. امه بهش چشم داشته، گولش زده. سرمو دزدیر بشین اینجا. اون مردی که سرمو دزدیده. منو تو ببند. ملک خانم، ملک خانم، ملک چی شد؟ حالتون خوبه؟ ملک چی شد یهو؟ حتی طاقت یه لحظه ناراحتیشو نداشتم. دوستش داشتم. عاشق عشقی که به بچه‌هاش داشت بودم. هیچ وقت پدر من اون شکلی دوست نداشت. وقتی کنان و عفیفه رو بغل میکرد از دور نگاه میکردم. میفهمید.
منم بغل میکرد. نازم میکرد. من از اون عصبانی نبودم. تو هم نبودی، کنانم نبود. یه لحظه دیوونه شدم. فکر کردم تو رو از من گرفت. تو هم فکر کردی من با کنان رفتم؟ آره. اینم تو دلم همیشه میمونه. لیلا، من یه آدم بی مصرفم. توی زندگیم هیچ چیزی به جز تو به دست نیاوردم. تنها چیزی که توش موفقم دوست داشتن توی لیلا. تو زندگیم فقط تو رو دارم. همیشه مدرسه رو با پارتی بازی قبول می شدم. اونم چون پسر صاحبه‌ای بودم قبولم می کردم. اصلا شغلی به اسم پسر صاحبه‌ای بودم وجود داره؟ شغل من همینه. ولم نکرد که. پدر هیچ وقت اجازه نداد برای خودم زندگی کنم. همش فکر کرد درآمدمون برای هممون کافیه. من همیشه باختم. تنها بردم عشق تو بود لیلا. دیدم که دارن تو رو از من میگیرم، ترسیدم. خواهش میکنم ولم نکن. من چیزی به جز تو ندارم. حتی اگه یه آدم به درد نخورم باشم، اگه از منم متنفر باشی، دوستم نداشته باشی، التماس میکنم ولم نکن. التماس میکنم. خیلی دلم برات تنگ میشه. هرچی در موردت نوشته میشه جمع میکنم. اگه میشه یه بارم بیام آدانا. انشالله میام. خوشبختی؟ خدا رو شکر. بچه هم هستن. کم و زیاد زندگی بدی ندارم. یعنی بالاخره یه جورایی میسازی. ازت ممنونم. سایه تو همیشه بالای سرمونه. هر وقت به هر چیزی نیاز داشتی بگو، باشه؟ حتما. به جز تو کیو دارم داداش؟ برین تو دیگه، بفرمایید. لامیا، لامیا، نگاش کن، اصلا محل نمیذاره. بچه رو بگیر ببر بالا. من اینا رو بذارم تو، برمیگردم. دختری بی حیا. کاش میرفتیم خونه. تو مراسم ختم دلمون گرفت. یکم بشین. بشینید سر جاتون، انگار خونه غریبه است. چی بیارم؟ من یه سودا میخوام. من چیزی نمیخورم. تو بشین شکری، من میارم. غریبه که نیستیم، بشین. فیلم بازی نکن، میدونم نخوابیدی. پاشو یکم میوه بشور، مهمون داریم. با تو هم لامیا، بلند شو دختر. اومدم.
به خدا دلم ریش ریش شد. بیچاره صاحب بیت چه حالی داشت. عفیفه و کنانم همینطور. بدبختا. اگه بدونن جمیل مادرشونو کشته یه ثانیه هم تو اون خونه بند نمیشن. چی داری میگی نعیمه؟ این حرفا چیه میزنی؟ بدجنسی نکن. هی حالا تو به من بگو بدجنس، ولی من با گوشای خودم شنیدم و با چشای خودم دیدم. جمیل فکر میکرد کنان زنشو دزدیده. نمیدونی سر زن بیچاره چه دادی میزد. بهش گفت با هم فرار کردیم. گفت اون فاسدو میکشم و خیلی چیزایی دیگه. جدی میگی؟ آره. صاحبه هم نمیتونه به مردم بگه پسرم باعث هول کردن خواهرم شده. البته به کنانم نمیتونه بگه. الکی میگه چیزیش نبود یهو حالش بد شد. اگه کنان بشنوه؟ نمیدونستن که لیلا از خونه فرار کرده. جمیلم از کجا بدونه کنان وسط دریا رفته تو فاز این. نعیمه کجایی؟ بیا بریم دیگه. اومدم. حیف شد چوبشو ملک خانوم خورد. گوش وایسادی؟ یالا برو میوه بیار. به هیچ کس نمیگی یا؟ فهمیدی چی گفتم؟ جاویدان، من دیگه دارم میرم. قرار بود بمونی. برای چی میخوای بری؟ وقتی ازم خواستی بیام به این امید اومدم که جواب مثبتی برای پیشنهادم ازت بشنوم. برای صحبت در این مورد اصلا وقت مناسبی نیست نمیک. نیازی هم به صحبت نیست. جوابتو نه با حرفات بلکه با نگاهات به کنان بهم دادی. خدا نگهدار. به سلامت. میبینم باز تو باغ نیستی. میوه چی شد؟ به زور زنمو تو اونجا نشوندم وگرنه میومد. خب تعریف کن ببینم تو قایق چی کار میکردین؟ هیچی. چندین ساعت تک و تنها موندین و هیچ کاری هم نکردین. این چه حرفیه نعیمه خانم؟ دست بردار واسه من یکی فیلم بازی نکن. چی دارید میگید؟ حالا فهمیدم چرا اونقدر سرم نق میزدی. نگو خانم خودش دنبال کنانه. خواهش میکنم بس کنید. از قدیم درست گفتن که فلفل نبین چریزه. طرفو کشوندی تو قایق و براش درد دل کردی و تمام شب آره دیگه. گفتم ساکت دست بردار. آره خب حالا ما آدم بده شدیم. راحتم بذار. چیه؟ چه خبره؟ نکنه بازم زبون درازی کردی؟ چیزی نیست. لامیا چی شده؟ یکم باهاش حرف زدم ناراحت شد. ناسلامتی من خواهر بزرگشم و 2 کلمه حرف که چیزی نمیشه. البته
مشکلی پیش اومده؟ شما حواستون نیست، ولی تمام روز همه در مورد لامیا پچ پچ میکردن. در مورد چی؟ عزیزم در مورد دیشب میگم که چرا سوار قایق شدن و تمام شب و چی کار کردن و بینشون چی میگذره. از این مزخرفات هی پچ 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 پچ. عجب آدمایی. به خدا اگه بگم خودم هم کنجکاو نشدم دروغ گفتم. همه میدونن کنان چجور گرگیه. یه دختر کوچیک و ساده. بس کن نایمه دیگه، حالم داره به هم میخوره. باشه من دهنمو میبندم، ولی دهن مردمی که نمیشه بست. غیبتاشون رو شروع کردن. اگه ادامه بدن چیکار میکنی؟ وا من طاقت این چیزا رو ندارم. راست میگی، یه دختر نامزد دار شدنی نیست. یکم گوششو بپیچون تا براتون حرف در نیاره، یا اینکه زودتر شوهرش بدین و راحت شین. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چون دوستشون دارم اینا رو بهشون میگم. دیگه نمیدونم چی بگم. Amansız yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. بیتو جاویدان چیزه در باز بود. من راستش فقط خواستم پیشت باشم. بشین. چرا مهمونتو تنها گذاشتی؟ اون رفت. ویولنت داشت گریه میکرد. شنیدم. کنان میدونم میگی گفتنش راحته، اما خودتو نباز. خواهش میکنم بیا از اینجا بریم کنان. بیا بریم استانبول، از اینجا دور بشیم، فاصله بگیریم، فقط برای چند روز. تو رو خدا کنن. از خودم چطوری فاصله بگیرم؟ فکر میکنی این چیزا با هم نمیان اونجا؟ بهت قول میدم، خواهش میکنم، فقط برای چند روز. اگه حالت بهتر نشد برمیگردیم. خواهش میکنم. متشکرم. الان میفهمم معنی پرابارم شکست یعنی چی. وقتی پدر و مادرم مردن خیلی غمگین شدم، ولی خواهرم لامیا چای گذاشتی؟ بله، صبحانه آماده است.
شکری میگم با نامزدش تماس بگیریم هر چه زودتر این دوتا ازدواج کنن. باشه بعد صحبت میکنیم. هی داری تفره میری. من اونو تو این خونه نمیخوام. شکری به خدا جنجال را میندازم ها. بابا من که اعتراضی نکردم، گفتم صحبت میکنیم. چرا داد میزنی؟ اگه گذاشتن یه روز راحت باشیم. بیچاره کنان، اگه حقیقتو بدونه بفهمه مادرش چه جوری مرده، خدا میدونه چقدر ناراحت میشه. این آدما خیلی بدن، خیلی بدن. بچه‌ها رو از طرف من ببوس. تو هم مراقب خودت باش. کنان کجاست؟ نمیخواد بیاد؟ داداشم خونه نیست، رفته بیرون. رفته بیرون؟ امروز صبح دیدمش. خداحافظی کردیم. کجا رفته؟ گفت میره قدم بزنه، ولی فکر کنم رفت سر خاک مادرم. تو هم دلت میخواد بری؟ جمیل میبرتت. نمیخوام مادرم اونجا تصور کنم. میخوام مثل گذشته اینجا بمونه. داداشم رو میسپارم دست شما. بریم دیگه عمو الیاس. بهتری سر پا نمونی عزیزم. سفر بخیر. ممنون. رسیدی تماس بگیر. باشه؟ باشه تماس میگیرم. بریم دیگه. جانی رفت؟ بله. میگفتین وقتی رسید تماس بگیره. گفتم پدر. میخوام ازت تشکر کنم حسام جان. کنان هیچ وقت نباید در مورد آبروریزی جمیل چیزی بدونه. دیروز به خاطر اینکه داغمون تازه بود با کنان صحبتی نکردیم. اگه این موضوع از این به بعدم بین خودمون بمونه ممنون میشم. چون نمیخوام کنان بیشتر از این ناراحت بشه حرفی نمیزنم. ممنونم. خیلی ممنونم. الان نوبت توه. باید جواب کار دیشبتو بدی. میدونی از خونه فرار کردن یعنی چی؟ پدر حرف ما قطع نکن. دخترم خونه ای که ازش رفتی بیرون خونه صاحب بیه. با اجازت. راحت باش. هر کاری با پسرم بکنن انگار با من کردن. حیثیت خانواده‌مون تمومش کن. ما مشکلمون رو حل کردیم. دیگه تمام شد. اگه اینطوره از جون خواهر من چی میخواستین ها؟ زن بیچاره سکته کرد. من از کار شما سر در نمیارم. نمیفهمم. تا شیرشو نخورده پا نشه ها. خورد. اینجا رو ببین. تمام روزنامه خبر وفات تو صفحه اول زدن. آخه ببینم. تو حواست به کار خودت باشه.
هرچی بگی حق داری. ولی فکر میکنی من میخواستم اینجوری بشه؟ عذاب وجدان داره منو میکشه. به هر حال حداقل میونه تو و زنت درست شد. راحت باش. دیروز من و پدرم اینو انتخاب کردیم. تو مهمونی دیشب میخواستم به عنوان هدیه بچه‌مو بهت بدم. خیلی قشنگه. واقعا متشکرم. آفرین، حالا میتونی با دوچرخت بازی کنی. باشه من ای خدا، اول صبحی پدرم در اومد ولی پیراشکیای خوبی درست کردم. یا لامیا ببر اینا رو. کجا؟ خونه صاحبه دیگه. رسمه، زود باش. الان برم؟ زود برو زود برگرد، شیطونی نکنی ها. باشه میبرم. دم در بده و برگرد، معطل نکنی. چشم. بی آبرو. زود باش شکری جان، زود باش. یه زنگ بزن به داییش، قال قضیه رو بکن. دیدی که با چه اشوه‌ای رفت اونجا؟ بزن دیگه وگرنه برامون دردسر درست میکنه. زودتر بذار بره از اینجا. حوصله سر و کله زدن ندارم. من که نمیتونم همه جا باهاش برم. باشه. الو دایی حسین، میدونی چرا اول صبحی با تماس گرفتم؟ ازت میخوام اونا رو عقد کنیم. بچه‌ها خیلی منتظر موندن. اونم سربازه، نمیشه راحت باش تماس گرفت. تو صحبت کردی بهش بگو سریع با من تماس بگیره. این کارو تمومش کنیم بره. بفرمایید. امروز بازم رفت آمد زیاد میشه. ماجده آماده باشید. نگران نباشین قربان. اگه نوام دختر بشه اسمشو میذارم ملک. قهوه میل دارین کنن بی؟ نه مرسی. کنان اومد. صبح بخیر. صبح بخیر. کجا بودی کنان؟ خواهرت قبل از اینکه تو رو ببینه رفت. صبح هم دیگر رو دیدیم دایی. آها که اینطور چیزی بهم نگفت. من برای خدافزی اومدم. میخوای بری؟ بله. هر روزی که اینجا بمونم برام سخت‌تر میشه. حق داری. میتونستیم کنار هم باشیم و به هم دلداری بدیم. تصمیم با خودته. دور شدن برام خوبه. منم دیگه باید استعفا بدم. مزخرف نگو. حالا که دیگه تنهایی تصمیم به رفتن گرفتی و نمیخوای توی استانبول پیشت باشم؟ فکر کنم منو درک کنی. صبر کن. حداقل بذار راهیت کنین. زحمت نکشین. این چه حرفیه مگه میشه؟ یالا بچه ها، ماجد، گنای، الیاس، بله. کجایین؟ الان به بچه ها میگم بیان. بازم پیش ما برگرد کنان. میام. بیا پسرم، تنهام نذار. تو یادگار ملکی. هنایی دارید میرید؟ آره.
فرانسیس جاویدان اینجا؟ با هم دیگه میرید؟ بله دایی. خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. مراقب خودت باش. جمیل به سلامت. سفر بخیر. به نوه داییم خوب برس. ماجد بس دیگه ماجد فیلم هندیش نکن. به سلامت بری. پرنسس جاویدان منتظرته. برو. خدا نگهدار هنایی. به سلامت. بی سلامت. خدا نگهدارت آقا الیاس.